میخوای پادشاهی کنی، میخوای ملکه بشی، این 3 آیه قرآن رو خوب دریاب. زیباترین نسخه عالم رو دارم برات میگم. خوب این پست رو سیو کن و برای کسایی که خاطرشون رو میخوای ارسال کن. آیه اولین آیه قرآنه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی همه چی خدا خدا خدا، اونم خدای خوب، خدای درجه 1، خدای عالی، خدای مهربون. آیه دوم آیه 60 سوره غافره، ادعونی استجب لکم، یعنی تو باید بخوای با اراده قوی، با همت بلند تا خدا دنیا و آخرت رو به پات بریزه. آیه سوم آیه 10، 11، 12 سوره نوح، استغفروا ربکم انه کان غفارا، یعنی بلندی مقام، زیباترین حالات دنیا و آخرت تو استغفار، تو توبه است که خدا بهت میده. بهتر از این پیدا کردی برا من بفرست.